سلام بچه‌ها، من از سایت تمو یه چند تا وسیله سفارش دادم. گفتم برای شما هم نشون بدم و اگه خوشتون اومد توی ویدیوهای بعدی طریقه ثبت نامش هم براتون بذارم. حالا با هم دیگه ببینیم. من هنوز ندیدم چیه، ولی خب اینجا با هم دیگه میبینیم. این یه کیفه، یه کلاه، این جورابه و یه از این دستگاه های اصلاح صورت. از اینا چون من پیدا نمی کردم توی آلمان دیگه سفارش دادم. همینه. آره 5 تاست. کل این 5 تا با هم دیگه شد حدود 11 الی 11.5 یورو، در صورتی که قیمت اصلیش در میومد یه چیزی حدود 55 یورو، ولی خب چون تخفیف های خوبی خورده بود من دیگه اینا رو خریدم. این یک کیف واقعا هم جنسش خیلی خوبه، هم جاداره، دقیقا همون چیزیه که میخواستم. برای تابستون خوبه، کیف کمریه چیز خوبیه. و اینم یه کلاه که بازم واسه تابستون گرفتمش. جنسش هم بده، ولی اون چیزی که توی سایت بود این کلاه نیست متاسفانه. اینو راضی نیستم، مثلا یه جوریه، یا نمیدونم توی بار بوده اینجوری له و اینا شده. اینم باشه اینجا. این جورابه که یه جعبه خوشگل هم داره. جورابه هم خوبه، 5 جفته، جنسش هم بدک نیست و اینکه خیلی خوبه. اینم راضیم. و اینم که تیغه و اصلاح صورت، از آهنم هست، استیل فکر کنم، جنسش خوبه دیگه. اینو باز نمی کنم. و یه عینک هم سفارش دادم دیگه، فکر کنم عینک. اینم بد نیست، جنسش هم خوبه. از این پلاستیک فشرده میگن چی میگن، خیلی خوبه. امیدوارم خوشتون اومده باشه این ویدیو.